همون حالت 120 روزگی در امر کرده می شود با نوشتن 4 کلمه در تقدیر همون کودک بکتب رزقه و اجله و عمله و شقی و سعید. چی می نویسن؟ اول رزق روزیش هم می نویسن. همین آدم چی میوه چی میخوره چه خیلی زندگی میکنه. اجلش می نویسن، در کجا میمره، با چه حال میمره، با چه بیماری میمره، یا بیماری با یگون مقصد که مرگ فاجعه‌ای مبتلا میشود. خب عملش سبحان الله عملش چه خیلی کار میکنه چه خیلی فعالیت میکنه. علمی پروردگاره خدای تعالی با علم قدیمش ولی ما در هیچ جا نبوده بلکه میدونه که کلامی ما چه کار میکنیم چه خیلی معامله میکنیم و جنتی یا دوزخی بدنش الکی نوشته میشه. 120 روزه کودک در شکم مادر الکی جنتی یا دوزخی بدنش ثبت شدگی که همین آدم مقصد توسط اعمال اینک جنت میروه یا که این بدبخت از دین برمیگرده خدا و پیغمبر را فراموش میکنه کافر دوزخی میشه. یا تقدیر مطلق عوض نمیشه. چیزی که نوشته شده همون مقصد عوض نمیشه. در خبر اومده است باره میگه حضرت صلی الله علیه و سلم به اصحاب مراجعت کرد گفت ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه و مقعده من النار. منکم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه و مقعده من النار. هر کدام شما گفته مردم الکی در همون بعد مادر در 120 روزگی تو جاتو نوشته شدگی بود کی در جنت میرود در جنت نام نویس شدگی دوزخی ها در دوزخ نام نویس شدگی. میگه صحابه ها گفتن که یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل. ای حبیبی خدا گفتن خیلی مودام که نوشتگی باشه همین عمل برای ما را چی لازم بده است؟ برای چی جان منقم بتیم؟ برای چی در گرمی تابستان روزه بگیریم؟ برای چی سحر ساعت 3 بخیزیم برای بامداد آمادگی بگیریم؟ اوخی اگر جنتی باشیم سرمون در سنگ هم بزنیم جنت میریم. اگر دوزخی باشیم خودمون بدرونیم ای دوزخ خلاص نمیشیم. عمل چی لازمه؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنه به هر کس همون عمل میسر میگرده که خداوند برای همون خلقش کرده است. اگر در نامه اعمال همون جنتی باشه برای تو عمل همون جنتی بسو معقوله. ساعت نماز اومد به قرار میشه کوشش میکنی که ای حرام بگریزی. اگر به شرطی که دوزخی باشی برای دوزخی را بدبخت همین میفتگیش در زنا و در حرام و در شراب صرف میکنن. و یا بدبخت گفت که ما را حرام میپروره نعوذ بالله. گفتم کافر شدی بدبخت. کسی میگه ما را حرام میپروره او مسلمان نیست دیگه. یعنی او میدونه ایسر اینو کلمت عرضه که زن تبره ایسر اینو نکاح زن طلاق شد. ببینید ولی همین متاسفانه همین مسئله را هنوز که هنوز است مخصوصا همین زیایی ما نمیفهمن. همین آدمایی که معلومات عالی دارن مقصد بنام زیایی اینتلیجنسی هم ولی مسئله تقدیر را نمیفهمن. او خیلی مودم که خدای تو رو پیشنگی نوشته باشه ایش برای چیه؟ ایش برای چیه؟ ای عمر خیام یک ربایی مشهور است خوب در مکتب درسش میتن یا رب تو گیلم سرشته ای من چی کنم؟ پشم قسمم تو رشته ای من چی کنم؟ هر نیک بده که آید از من به وجود تو بر سری من نوشته ای من چی کنم؟ مقصد خودت نوشته ای ای دستی من چیکار بیاید؟ حالا در اسلام خیلی نیست. حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. خداوند کسی را مجبور نمیکنه نمیگه ای بنده فلان کار کن. و علم خدا علم خدا با یگان زمان و با یگان مکان محدود نیست. برای ما زمانی گذشته حاضر و آینده نزد الله همش یه ورقی بوزه پیش پروردگار چیزی پوشیده نیست. من همین پیاله را میگیرم یا نمیگیرم الله میدونه. من نمیدونم الله میدونه. الان نتیجه نهاییش نوشته است که همین پیاله را اخیر میخره یا نمیخره. اما اختیار یعنی همین پیاله را خوردن یا نخوردن پروردگار در من گذاشته است. میخوای بخور نمیخوای نخور.